اگر که جدا شدی و داری رنج میبری یا تازه میخوای جدا بشی، من خیالت رو راحت کنم که این اتفاق به نفع تو بود. به ظاهر شاید دردناک برسه، اما انتهاش برات خیلی خوبه. کلا در طبیعت چیزی که به ضرر تو هست نمیتونه رخ بده. اگر همچنان بودن اون شخص در مسیر رشدت نیاز بود، طبیعت هر طور که شده اون آدم رو همچنان در زندگیتون نگه می‌داشت. اگر طبیعت الان خواسته که جدا بشید، اعتماد کن بهش. چیزهای بهتری برات در راهند. اگر تلاش تو کردی برای رابطت، دیگه رها کن. از اینجا به بعدش دست خداست. اگر اون چیز برات خوب باشه، دوباره به رشد تو بخواد کمکی بکنه، به زندگی تو برمیگرده. چیزی که مال تو باشه به تو برمیگرده. این جدایی ارزش تو رو کم نکرد. آدمی که ارزش تو رو نمیدونست رو کم کرد. به زمانبندی خدا اعتماد کنی. هیچ چیزی اشتباهی در زندگی تو نمیتونه رخ بده. همه چیز حساب کتاب داره، همه چیز سر جاشه، همه چیز برات لازمه، همه چیز به نفع توه. خدا چیزی رو از تو نمیگیره مگر اینکه قبلش بهترش رو برات کنار گذاشته.